مولانا فرموده من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دینها ندارند اعتبار. چون که آوردیم هر دین جدید، اختلاف بیشتر آمد پدید. کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد. خون مردم ریخت بر روی زمین، بارها و بارها با نام دین. نه مسلمانم نه ترسا نه جهود، سر به حکم عقل می آرم فرود. عقل می گوید که عیش دیگران هست در همزیستی با دیگران. دین ولی گوید که خون کافران گر بریزی اجر دارد بیکران. دیگر اندیشان هم آخر آدمند، دین چرا گوید که مهدورالدمند؟ من به این علت ندارم دین و کیش، تا نریزم خون هم نوعان خویش.